بسم الله الرحمن الرحیم. نسیمی آشنا از سوی گیسوی تو می آید، نفسهایم گواهی می دهد بوی تو می آید. زمین را غرق در نور خدا کردی، خبرداری تو اسرار خدا را برملا کردی. خبرداری خبردارم که سر از دیر نصرانی درآوردی و عیسی را به آیین مسلمانی درآوردی. خبردارم چه راهی را بر اوج نیزه طی کردی، از آن وقتی که اسب شوق را مردانه هی کردی. نسیمی آشنا از سوی گیسوی تو می آید، نفسهایم گواهی می دهد بوی تو می آید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام علیکم، وقت شما بخیر بینندگان عزیز، همراهان ارجمند، اهالی یاد خدای شبکه قرآن و معارف سیما. قبول باشه عزاداری های شما به درگاه خداوند سبحان و ما 20 صفر روز 40 رو هم پشت سر گذاشتیم و هنوز داغ ابا عبدالله علیه السلام و پیراهن مشکی او بر تن ما هست و هنوز عرض ارادت ما نسبت به ساحت نورانی حضرت پابرجا خواهد بود انشاءالله. و ما در خدمت شما هستیم از سامرای مقدس و مضجع نورانی امامین عسکریین علیهم السلامی که خیلی از زوار ابا عبدالله علیه السلام بعد از زیارت 40 میان به اینجا و زیارت میکنن وجود نازنین حضرات مدفون در سامرا رو و پا میگذارن به خانه پدری حضرت امام زمان علیه السلام. جاتون رو توی این فضای نورانی در این قبه نورانی و متبرک خالی میکنیم. دعوت میکنم با اینکه عبور کردیم از 40 اما ما هنوز هم دل در گرو زیارت 40 داریم. هنوز هم خیلی از مردم ما که مشرف نشدن، موفق نشدن تشریف بیارن به عتبات، دلشون میخواست که زیارت 40 رو به جای بیارن. لذا تلیعه برنامه زیارت 40 رو خواهیم خوند و زمزمه میکنیم و برمیگردیم پیش روی شما خواهم بود انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الكربات و قتیل العبرات. اللهم انی اشهد انه ولیک و ابن ولیک و صفیک و ابن صفیک، الفائز بکرامتک، اکرمته بالشهاده و حبوته بالسعاده واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيه ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكاس وتغطرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأتى من عبادك أهل الشقاق والنفاق
وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمو واستبيح حريم. اللهم فلعنهم لانا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء. أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا. وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك. وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين. فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. خب قبول باشه عرض ارادت شما به ساعت نورانی سید الشهدا علیه السلام و آرزو میکنم که سال آینده این موقع بسیاری از ارادتمندانی که دلشون میخواست در کربلای معلا باشن حضور داشته باشند در عتبات و بعد از زیارت امام حسین علیه السلام به همین فضای نورانی و معطر بقعه نورانی امامین عسکری مشرف بشند انشاءالله. و ما نایب الزیاره تک تک شما هستیم به امید خدا. دعوت میکنم که همراه ما باشید. کارشناس محترم برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی چهره نما با ما همراه هستند. بهشون ادای احترام میکنم. خیلی خوش آمدید و عرض تسلیت. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم برنامه صمیمی یاد خدا. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین رو انشالله خداوند در دنیا و آخرت ما رو از شفاعت مولامون ابا عبدالله الحسین بهره مند بگرداند. الله آمین. خب ما در خدمت شما هستیم آقا. این سلسله گفتگوهای ما در یاد خدای هر روز معطوف بود به کارها و شاخصه هایی که یاران در واقع ولی خدا باید انجام بدن برای اینکه در رکاب او قرار بگیرن. چه ویژگی هایی، چه خصلت هایی، چه کارهایی رو باید پیگیری بکنن و امروز هم در خدمت شما هستیم. بله، یکی از اون چیزهایی که باعث شد که ممتاز بشن اصحاب ابا عبدالله، قبلا هم عرض کردیم، سرعت اونها در پیوستن به ابا عبدالله الحسینه. به تعبیر بگیم سرعت اونها در خیره. این که قرآن فرمود که مؤمنین یکی از شاخصهاشون و اوصافشون یسارعون فی الخیراتن، اینا خیلی سریع دنبال خیر میرن، تجلی مهمش در رفتار اصحاب ابا عبدالله الحسینه. اونجا شما ببینید حالا اینها فارغ از این که خانواده داشتن، موقعیت داشتن، اما همه اینها رو ندیده گرفتن و خودشون رو رسوندن با سرعت به ابا عبدالله الحسین. خیلی های دیگه تو این موقعیت این کار رو نتونستن بکنن. اینجا حالا این نکته داره که چرا برخی نمیتونن این کار رو بکنن. قبل از اینکه بخوام وارد این مطلب بشم، یکی از اون عبادت‌های زیبایی که میتونه سرعت سیر بده، قرآن بس چی میفرماد؟ مؤمنین یسارعون فی الخیرات، خیلی سریع
سبقت میگیرن بر دیگران در خیر. یکی از اون چیزهایی که میتونه سرعت سیر به انسان بده و سبقت بگیره انسان در خیر و کار بسیار فوق‌العاده‌ایه، هرچند که شاید به چشم انسان به لحاظ زمانی کوتاه بیاد ها، اما خیلی فوق‌العاده است، زیارت ابا عبدالله الحسینه. اینو داشته باشیم تا من حیفم میاد این نکته رو نگم در این ایام. سدیر سیرفی میگه اومدم خدمت امام صادق سلام الله علیه، حضرت من فرمودن که سدیر ببینم شما میری برای زیارت جدمون ابا عبدالله الحسین، هر روز زیارت میکنی، این هر روز زیارت میکنی خیلی فوق العاده است و خدا این توفیق رو به کسی بده حقیقتا تو این مسیر انسان رو به سرعت بالا میبره، توفیقات انسان رو خیلی گسترش میده. من در زندگی بسیاری از بزرگان و اولیاء خدا وقتی نگاه میکردم یه وجه مشترکشون همین بود که مداومت داشتن بر زیارت روزانه ابا عبدالله الحسین. حضرت به سدیر گفتن که سدیر ببینم شما هر روز میری زیارت جدم ابا عبدالله الحسین. سدیر گفتش که نه آقا. تا گفت نه آقا، حضرت یه دفعه در هم رفتن، فهمدن که ما اجفاکم، چقدر شما جفا میکنید، چقدر جفاکارید شما. سدیر ماهی یک بار میری؟ نه. سالی یک بار؟ نه. هر از گاهی بشه برم زیارت جدتون ابا عبدالله الحسین. تا این رو گفت حضرت فرمودن شما چقدر جفاکارید، چقدر جفاکارید. ببینید ابا عبدالله الحسین که به زیارت مثل سدیر سیرفی مثل من و شما نیاز که نداره. این ماییم که یعنی حضرت وقت داره میگه جفاکارید یعنی چقدر در حق خودتون دارید جفا میکنید. شما چرا از این ظرفیت شفاعت ابا عبدالله استفاده نمی کنید برای سرعت سیر گرفتن، برای رشد؟ حضرت داره ناراحت میشه که چرا حواستون جمع نیست، کشتی نجات در حال حرکت رو چرا سوار نمیشید؟ بعد حضرت به سدیر فرمودن سدیر میخوای یه چیزی یادت بدم که با او زیارت کنی جدم ابا عبدالله الحسین رو و خداوند معادل اون زیارتی که کردی معادل یک حج و یک عمره مقبول باشه. خیلی فوق العاده است اینها. بعد حضرت به سدیر فرمودن سدیر هر وقت اراده کردی هر روز این کار رو بکن، هر روز این کار رو بکن، میری بر فراز یک بلندی رو بام خانه، نشد اشکال نداره، نمیخواد بام خانه بره انسان، بره تکمیل کرده این کار رو. فرمودن میری روی بام، به راست نگاه بکن، به چپ نگاه بکن، یه نگاه به آسمان به سمت حرم ابا عبدالله الحسین، فقط همین عبارت: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. سدیر خداوند یک زیارت مقبول ابا عبدالله رو در پرونده تو میگذاره. بذار فردای قیامت آدم بیاد ببینه اینا واقعیتی بود. امام که تعارف نداره، امام که اغراق و مبالغه نمیخواد بکنه. فردای قیامت میبینیم حقیقتا یک حج و عمره دادن و اونهایی که این کارو نکردن خیلی کوتاه بود. نمیتونیم روی بلندی بریم، اشکال نداره، سر به این ور اون ور، اشکال نداره. همین سلام رو هر وقت یادمون میاد بریم: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. خداوند یک زیارت برای ما ثبت میکنه. دیگه چقدر کار رو راحت کردن. یعنی ابا عبدالله الحسین با این شهادتشون چه باب بزرگی رو برای شفاعت امت ایجاد کردن. این که فرمودن که در عالم رویا دیدم، به من فرمودن حسین جان وجود نازنین رسول خدا فرمودن که تو به این یک مقامی است، به اون مقام شفاعت نمیرسی الا از مجرای این شهادت. باید این محقق بشه تا بتونی دستگیری از امت بکنی. این خیلی فضای فوق العاده‌ایه. حضرت اینطوری دارن دستگیری میکنن. خب این که عرض کردم بعضیا یسارعون فی الخیراتن، خیلی با سرعت دنبال خوبی های بزرگی میرن که اونها رو به سرعت برسونه مقام قرب. اما در مقابل اینها بعضی ها هستن قرآن فهمد که اینها یسارعون فی الاسم و العدوانن. آقا سرشون درد میکنه برای گناه. میگه حاجی ببین یه صحنه گناه بیاد اصلا به هم میریزم، دیگه نمیتونم خودم رو کنترل بکنم، قاطی میکنم. چرا این اتفاق میافته؟ اونایی که توی این مرتبه مسابقه انسانیت از دیگران سبقت گرفتند
قبلش یه کارایی کردن، قبلش تکلیف خودشون رو با این نفسشون روشن کردن. بذارید یه قضیه براتون بگم قشنگه. این نفس تکلیف رو با نفس روشن کردن خیلی مهمه ها. قرآن میفرماد ما در وجود شما یه چیزی به نام نفس اماره قرار دادیم، خیلی قدرتمنده، اصلا دایه خدایی داره. افرایت من اتخذ الهه هوا، اصلا دایه خدایی داره، اجازه نمیده تو اصلا از یوغ بندگیش خارج بشی، تو رو میکشه با شدت به سمت خودش، میگه باید بنده من باشی. قرآن میفرماد خیلی قدرتمنده ها، ان النفس لامارتون بالسوء، به شدت شما رو به سمت بدی ها میکشه، به شدت به سمت خودپسندی، به سمت تعدی به منافع دیگران، به سمت عدم رعایت حقوق دیگران، به سمت اینها میکشه با قدرت. میگه ببین فقط خودت و لذت خودت رو ببین. این هست اونایی که تو مراتب قرب، در مراتب انسانیت دارن سیر میکنن، خیلی زیبا میشه رفتارشون. اولین کاری که کردن تکلیف خودشون رو با این نفس روشن کردن ها. اگر این نفس مهار زده نشه، اگر یله و رها باشه، نمیذاره آدم به سمت خدا حرکت بکنه. حالا داستانش، تا حالا فکر کردیم امیرالمؤمنین چطوری به این مقام قرب میرسه؟ بله، خلقت نورانی امیرالمؤمنین سبقت بر عالم داره، شیعه و سنی این روایاتو دارن، اونها رو بذاریم کنار. اما امیرالمؤمنین، اما اهل بیت، اما امام سجاد اهل مراقبه بودن، اهل تهجد بودن، اهل مبارزه با نفس بودن. بذارید یک روایت براتون بگم، خیلی این روایت زیباست. در روایتی داره که امام باقر سلام الله علیه به محمد ابن مسلم فرمودن، یه وقتی صحبت شد از شدت تهجد امیرالمؤمنین، شدت مقابله امیرالمؤمنین با نفسش. حالا این چه کار میکنه؟ نمونه ها چجور میگه؟ امام باقر فرمودن سرور شما امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب مانند بنده‌ای متواضع می نشست. حتی نشستن حضرت اینطوری بودا، وقتی میخواست بشینه، دیدید بعضی دفعه میخوان راه برن یکتی راه میرن، این یکتی راه رفتنه، میگه بابا حاجی خود الان یکتی داری راه میری، بالاخره یه روزی میرسه این یکتی از جا میفته دیگه، نمیمونه همیشه اینطوری آدم. میگه امیرالمؤمنین وقتی که میخواستن بنشینن حتی با نفسش مقابله میکرد، مثل بنده مینشست. خلیفه است، نصف عالم زیر بلیتش ها، وقتی میخواد بشینه مثل بنده مینشست، میخواد خودشو عادت بده به اینکه فکر نکنی خبری ها. بعد فهمیدن غذا که میخورد مثل بندگان غذا میخورد، لباس میگرفت. حضرت داره که میفرماد که با غلامش میرفت تو بازار لباس میگرفت، 2 تا لباس، یه لباس بلند و با قیمت بالاتر، یه لباسی که معمولی تر بود. نمیگفت اون لباس خوبه رو من برمیدارم، به غلامش رو میکرد، میگفت کدومو تو میخوای؟ هر کدومو تو میخوای بردار، هر چی مون من برمیدارم. غلام اتفاقا لباس خوبه رو برمیداشت. امیرالمؤمنین اون لباسی که لباس معمولی بود و میپوشید. نمونه هایی رو حضرت بعد فرمودن، اینها رو گفتن. بعد حضرت فرمودن که اگر حضرت مخیر میشد بین یک کاری که سخت بود برای نفسش و یک کاری که آسان تر بود، اون کاری که سخت بود برای نفسش اون رو انتخاب میکرد. امام باقر میفرماد پدرم که این رو گفت، اون کتابی که دستش بود رو داشت نگاه میکرد که تو این نوشته بود، این مطالب رو از پدرانش بهش رسیده بود. میگه حضرت این کتاب رو بستن، ادامه دادن، فرمودن که ما اطاق احد عمله. امام باقر فرمودن هیچ کی طاقت این رو نداشت که مثل امیرالمؤمنین رفتار بکنه. و ان کان علی بن الحسین، هر چند مثل زین العابدین علی بن الحسینی باشه که در سال می اومدن سله های پیشانی ایشون رو قیچی میکردن، از بس عبادت میکرد. بعد حضرت ادامه دادن فرمودن که یه وقتی پدرم علی بن الحسین لینظر فی الکتاب من کتب علی، یه وقتی اومد نگاه میکرد، داشت تهجد امیرالمؤمنین تا یکی از این کتاب‌هایی که ما رسیده بود نگاه میکرد، یه دفعه فیضرب به الارض، این کتاب رو بس، کتاب رو گذاشت روی زمین و فرمود و یقول من یطیق هذا، کی طاقت داره مثل علی باشه؟ اگر امیرالمؤمنین به این افق میرسه، اگر اهل بیت به این افق میرسن،
اگر امام سجاد در این افق سیر میکنه، اگر امروز امام زمان روحی فدا در این افق اعلا داره سیر میکنه، اولین قدمی که برمیدارن مبارزه با این نفسها. کسی فکر نکنه بدون مبارزه میشه رسید به مقامات عالیه، اصلا اینطور نیست. اینی که عرض کردم سریه که اولیاء خدا از این مجرا رشد میکنن، بالا میرن. بذارید یه نکته هم عرض بکنم تو این دقایق پایانی. ما وقتی میگیم که مؤمنین سرعت در سیر دارن یا سارعون فی الخیراتن، خیلی سریع دنبال خیر میرن، یعنی این به این معنا نیست که اینا عجله‌ای در خیر دارن ها. عجله خیلی متفاوته با سرعت در سیره. عجله متفاوته. عجله یعنی کاری که هنوز وقتش نرسیده و شما نیمه تمام میخوای کارو تمام بکنی. یه مهمون فکر کنید اومده خونه ما، خیلی هم عزیزه، گرسنه است، من غذا رو گذاشتم روی اجاق هنوز نپخته، بگم آقا این گرسنه است بردارید بیارید، خب کار خراب کردم. بله. سرعت در سیر جاییه که شما همه مقتضیاتش فراهم شده، مقدمات فراهم شده، حالا با سرعت میری برای انجام دادن اون کار خیر. بله. این عجله‌ای که ما میگیم عجله چیز بدیه ها. بله. من این که میگم عجله چیز بدیه، حتی گاهی اوقات انبیاء الهی با عجله کردنشون محرومیت براشون ایجاد شده ها. کجا؟ قرآن فرماد یه وقتی موسی سلام الله علیه رو ما بهش امر کردیم، گفتیم موسی حرکت کن، میخوای. آخه در روایت داره که جناب موسی سلام الله علیه وقتی به خودشون نگاه کردن که ید بیضا دارن، نیل رو میشکافن، اینها یه سوالی در ذهنش اومد که نکنه یعنی از من عالمترم در عالم هست. در روایت فرمود تا این به ذهنش اومد، خداوند به جبرائیل فرمود جبرائیل نازل شو بر عالم، بنده موسی داره هلاک میشه، نکنه دوچار عجب بشه فکر کنه خبریه. بلا فاصله جبرائیل نازل شد. یا نبی الله چی تو ذهنتون اومد؟ فکر کردید از شما عالمتر نیست؟ حالا که اینجور شد باید بری پیش یک معلم الهی. معلم الهی کجاست؟ باید بری پیداش بکنی. اون کسی که طالب علمه باید بره حرکت بکنه، تلاش بکنه و برسه به اون معلم الهی. نه اینکه ما بشینیم بگیم معلم تو بلند شو بیا. بعضیا میگن حاج آقا چرا شما نمیاد به ما سر بزنید؟ میگم بابا باشه ما وظیفمونه، ولی خب شما هم یه حرکتی بکنید. قرآن فرماد جناب موسی وقتی رفتن پیش معلم الهی، ایشون بهشون چی گفت؟ گفت انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی صبر بکنی یا عجله میکنی. در مقام نبی خدا، بله در اون مقام هم متاسفانه عجله رخ میده. بعد قرآن فرماد اون 3 مرحله‌ای که عجله کرد موسی، یکیش عرض بکنم که سوار بر کشتی شدن تا نشست کنار این نبی خدا، قول داده که عجله نکنه، صبر بکنه. در مقام موسی عرض میکنم سلام الله علیها، تا نشستن توی این کشتی. جناب خضر سلام الله علیه که در روایت ما فرمان اون معلم الهی جناب خضر سلام الله علیه بودن، جناب خضر سلام الله علیه یه دفعه با یک میخی یه چیزی زد کشتی رو سوراخ کرد. یه دفعه حضرت گفت چه کار داری میکنی آقا؟ بیت المال موسی این معلم الهیه، خدا معرفیش کرده. موسی سلام الله علیه فهمید اشتباه کرده. اونجا جناب موسی سلام الله علیه، الان من اشتباه که دارم میگم در مقام بصاحت انبیا، تعبیر اشتباه هم حتی درست نیست، من این رو نمیخوام به کار برم، اصلاحش میکنم این تعبیر رو. جناب موسی سلام الله علیه گفتن که باشه من دیگه تکرار نمی کنم. اما شما دیدید که این مرحله رفت جلو، آخرش چی شد؟ همین عجله ها باعث یک محرومیت شد که فرمود هازا فراق و بینی و بینه. بسیار عالی، ممنونم. الهی که خدا ما رو در زمره صابرین قرار بده و با صبر و با طمأنینه انشاءالله مستدام باشیم بر جبهه حق خودمون و عرض ارادت بکنیم نسبت به ساحت نورانی حضرات معصوم علیهم السلام و تا پایان عمر در این راه بمانیم انشالله. حاج آقا خیلی ممنونم از حضرت عالی، از شما بینندگان عزیزم خیلی ممنون و سپاسگزارم که یاد خدا رو مشاهده کردید که از سامرا تقدیم حضورتون کردیم در این روزها و در این ایام. انشالله که مقبول خداوند سبحان و حضرات معصومین علیهم السلام قرار گرفته باشه و امیدوارم که شما هم راضی بوده باشید. یه بخشی رو با هم دیگه نگاه میکنیم، برمیگردیم و پیش روتون خواهم بود. همه میرن ولی میمونه حسین حرف ناگو. آقا ارادت سلام علیکم آقا، مخلصم، سلامت باشید. سلامت باشید. ممنون. آقا این دستگاه خیلی باحاله. بله الحمدلله. یه توضیح رو بده چند تا سیخ درست میکنین؟ حدود
6-7 هزار تا سیخ کباب میزنیم هر روز اینجا. بعد همونجوری که میبینید حالا بچه‌ها از صبح گوشتا رو که چرخ میکنن آماده که میشه، خمیر گوشتمون که آماده میشه توی مخزن میریزیم. از توی مخزن هم دستگاه یه عملکردی داره، یه دستوراتی که داره که بهش میدیم استارت خطه. بعد از استارت خط دیگه الحمدلله روی قلتک میفته و گوشتا سیخ میشه و میاد اینجا. کلا تمام اتومات از این ریل میگذره، شعله رو میزون کردیم و از اون بعد کباب پخته شده میاد. یعنی پختنش هم همینجا انجام میشه؟ بچه اینجا ببینیم این چه اتفاقی میفته. ببین یعنی اینجا آتیش خمیر مایی پخته میشه، سیخ میشه، میاد توی ریل قرار میگیره. این بازش چه حرارتی است. بعد اینجا میره دو طرف شعله وجود داره که دو طرف کباب میپزه. یه ریلیه که رفت و یه ریل برگشت. رفت یه طرف سیخ پخته میشه، برگشت هم طرف دیگه از اینجا به بعد کباب پخته شده است، حرارت خورده، دو طرف پخته شده، میاد از اینجا خارج. خب آقا شما چند سالتونه چیکار میکنید توی ایران؟ من 42 سالمه، الحمدلله خدمت میکنم به امامزادگان قم. خادم هستم، امامزاده موسی مبرق. خدا حفظت بکنه. سخت الان اومدی اینجا دیگه قاعدتاً ها، توی این گرما هر روز با میسی کنار این تنور میگی چی میگی به این بالاخره شدت گرماش. من چند دقیقه وایسادم واقعا خیلی گرمه. باورتون میشه 1 سال چشم انتظاری داریم که فقط بیایم اینجا وایسیم کنار این دستگاه یا هر کجای کنار اجاق که بتونیم برای زائرای حضرت ابا عبدالله غذا بپزیم. چی حسی داره؟ ببین این 1 سال چشم انتظاری که بیای اینجا این سختیه رو بکشی، چی میخوای از خودت؟ چی تو دلت میگذره الان این سیخا رو درست میکنی کنار گرمای آتیش وایسادی؟ اول ظهور فرج آقا صاحب از زمان، بعد وقتی میریم اونجا پیشخون که قرار میگیریم بچهای کوچیک 2 ساله 3 ساله یا افراد با سن بالا یا خانومایی که با این پوشش های خیلی زیاد، حالا بحث چادر و مانتو و اینا توی این گرما میان، یاد مصیبت های حضرت رقیه حضرت زینب که میفتیم از کار برامون آسون میشه. باریکلا. به معرفت یعنی اینا تو این حجم کاری، تو این فشار کاری، تا اسم حضرت زینب و اسم حضرت رقیه سلام الله علیها میاد اشک چشاش جاری میشه. آجا خدا بهت قوت بده، بهت توان بده ان شاءالله. ما هم دعا کن تو این حالت. سلامت باشید. خدا حفظت کنه. سلامت باشید. هر جا دلت شکست بگو. خب وقتتون بخیر. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. با اینکه اربعین تمام شده اما ما هنوز ارادتمندی خودمون رو به ساحت نورانی سید الشهدا علیه السلام نشون میدیم و در سامرا دعاگو و نایب و زیاره شما هستیم و در این نوبت در خدمت یکی از موکبداران و یکی از کسانی که بالاخره مدت هاست در اینجا هستند برای خدمت به زوار ابا عبدالله علیه السلام و امامین عسکریین علیهم السلام پیش روی شما هستیم. به جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی سعد سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید آقا، زیارت شما قبول بشه. خدا قوت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و تمامی عوامل محترم شبکه قرآن و تمامی بینندگانی که دارن ما را تصویر ما را از شهر مقدس سامرا میبینن. دارم عرض تسلیت دارم به خاطر اربعین سید السالار شهیدان صلوات الله و سلامه علیه و خدا قوتی میگم به تمامی کسانی که این زیارت رو درک کردن، از اول سفر اومدن، مردان بسیار بزرگی که ما در این راهپیمایی دیدیم اومدن و خانم‌های بسیار سن‌های بسیار بالایی که با سختی و مشقت زیاد تصاویر بسیار زیبایی رو در قاب خاطره ها گذاشتن و برای همهشون خدا قوت میگیم انشالله مأجور باشن، توفیق باشه سالهای دیگر همین درک زیارت سید الشهدا در ایام اربعین رو داشته باشن که انشالله اون علائم مؤمن براشون صدق بکنه انشالله. اتفاقا چون اشاره کردید ما اون یادگاری علائم مؤمن رو از وجود نورانی امام عسکری علیه السلام داریم دیگه که مهمان ایشون هستیم در خانه پدری امام زمان که خانه در واقع امام
حسن عسکری علیه السلام و اون 5 خصلت و 5 نشانه رو ذکر کردن حضرت از نشانه‌های مؤمن که یکیش به جا آوردن زیارت اربعینه. و خب این خیلی ممتازه دیگه، خیلی متفاوت و متمایز میکنه یک انسان مؤمن رو و توجه داشتنش به اون خصایصی که معصوم علیه السلام فرموده. اما حالا این سوال ممکنه برای دوستان و بینندگان ما پیش بیاد، اصلا چرا زیارت اربعین انقدر توجه بهش داده شده؟ چرا زیارت عاشورا مثلا، یعنی در روز شهادت ابا عبدالله علیه السلام که اون هم زیارت مخصوص داریم، کلی هم ثواب و برکت و اینها داره، ولی چرا زیارت اربعین پررنگ شده انقدر؟ من یه برنامه اینجا داشتم چند روز پیش نسبت به قبل از ایام اربعین بود، یه بیاناتی از حضرت آقا داشتم. اینجا هم یه تمسک میکنم به یکی از گفتارهای ایشون، خیلی کلید خیلی جالبی ایشون به ما دادن و بالاخره قابل حل این سوال شما با گفتار پربار ایشون، این که ایشون فرمودن که زیارت اربعین جز شعائر الهیه. شعائر الهی یعنی چی؟ ما سالی یک بار حج بر ما واجبه اگر قابلیت و استطاعتش رو داشته باشیم. یعنی چی حج واجبه؟ یعنی باید حج بریم. اگر امکاناتش رو داشتیم، پولش رو داشتیم، مکناتش رو داشتیم و امنیت و آسایش بود، نریم، از دین خارجیم وقتی که از دنیا میریم. شعار الهی مکه و مدینه جز شعائر الله. وجود مقدس حضرات معصومین، زیارت اربعین سید الشهدا در ایام اربعین جز شعیره الهی میدونن، یعنی همپا و هم ردیف زیارت خانه خدا میدونن. چرا؟ مسابقه برپا داشتن حج میدونن. دقیقاً همینه. چرا؟ چون که تقویت اسلام، بنای اسلام، استحکام این دین به برکت همین زیارت سید الشهدا در ایام اربعینه. سید الشهدا خونش رو برای چی فدا کرد؟ چرا زن و بچهش کشته شدن؟ چرا اهالیش اسیر شدن؟ اینا به خاطر این بود که دین بقا پیدا بکنه و رمز بقای دین، رمز حرکت سید الشهدا، رمز نهضت حسینی که حضرت سید الشهدا برای مقابله با ظلم و دادخواهی داشتن از اربعین سید الشهدا ادامه داره. این ادامه دار بودن اربعین سید الشهدا و شعیره الهی داشتن که حضرت آقا می‌فرمودن و در روایت معصومین هم بهش اشاره شده، یک سری آدابی داره. شعار الهی همجوری نیست. وقتی شعار شد بر هر مسلمانی واجب بیاد شرکت کنه، بر هر مسلمانی واجب بیاد اونو به پا بداره و در حد توان کمک کنه. شمایی که الان آمدید اینجا در این گرمای هوا، آمدید دارید اینجا خدمت میکنید، عزیزان تصویربردار، عزیزان گروه تدوین و پشت صحنه، هر کارشناسی که آمده، هر کسی که آمده یک کمکی کرده، این داره وظیفه‌ش انجام میده. اون موکبدار، ما حالا صحبت مواکب شده اینها، شما بیاد ببینید بعضیا به چه سختی میان موکب میزنن. طرف از نهایی ترین و شرقی ترین نقطه ایران عزیزمون بلند شده آمده اینجا موکب زده. تا بیاد مرز مهران 2-3 روز طول میکشه، تا بیاد اینجا 2-3 روز، 6 روز تو راهه تا برسه اینجا. بعد اینجا که امکانات یعنی پایلوت خدمت که نداریم که خودمون باید همه کارامون رو بکنیم، بریم آب بیاریم، بریم چادرون رو برپا بکنیم، همه کارامون انجام بدیم. یعنی اینا تا بیان سرپا بشن 15 روز زحمت میکشن. این غیر از این که ادای دین باشه به سید الشهدا چیز دیگه هست. مگر کسی برای این خدمتایی که میکنه پولی میگیره؟ میگه مزدی براش نمیشه شدن؟ نه، همین محبت سید الشهدا است، مودت سید الشهدا و ادای دینیه که چرا؟ چون که جزء شعیره الهیه، شعائر الهیه ما، نه برای ما، برای همه ادیان هست، برای همه کسانی که مسلمان هستن و به قرآن و کتاب آسمانی ایمان دارن. ما در همین اربعین سید الشهدا که پیش رومون بود و گذشتیم و انشاءالله دعا میکنم و درخواست میکنم در محضر امامین عسکری که انشاءالله سالهای دیگر هم توفیق زیارت و درک این اربعین برای همه عزیزان و بینندگان ما باشه. خیلی ها دیدیم از فرق مسلمان ها اومدن شرکت کردن، عزیزان اعتصنان ما بودن، بعد کسان دیگری اومدن. این نشون میده که فقط بر ما نیست، برای همه ادیان الهی هست، بر مسیحی ها هست. یعنی اونا هم بیان اینجا برکتشو میگیرن. این فقط این برکت و این ثواب و این بهره فقط برای شیعیان نیست. بله. هر کسی با هر دینی که بیاد برکت و بهرهشو میگیره. خیلی خوب، ممنونم از شما. و واقعا هم همینه، توی این مسیر ما بالاخره چند 10 میلیون جمعیت داریم. حالا شما با حج
اون فرمایش حضرت آقا رو تطبیق دارید، ما در حج مثلا چند میلیون نفر جمعیت داریم مثلا بالاخره از سراسر دنیا حضور پیدا میکنن. اما در زیارت اربعین با احتساب خود زوار عراقی که میان بیش از 20 میلیون جمعیت میاد پای میذاره توی این مسیر. این عدد خیلی عدد عجیبی است. یعنی ما بزرگترین راهپیمایی، بزرگترین حضور مردمی در کل دنیا باید اسمش رو بگذاریم که اینطوری حضور پیدا میکنن و مثلا امکاناتی هم نیست، مثلا هتل های چند ستاره و نمیدونم فلان و اینها هم نیست. همین موکب ها اگر نباشن واقعا زوار دچار اذیتن، ولی بالاخره فقط میشه اینجا عشق رو تعریف کرد. یعنی فقط باید بگیم عشق و دلدادگی است که باعث میشه افراد اینجوری میان پا میذارن توی این مسیر. اون موکب داره که شما فرمودید 2 هفته 3 هفته قبلتر شروع میکنه، میاد اینجا استقرار پیدا میکنه. عشقش اینه که یه لیوان آب بده دست ظاهر امام حسین علیه السلام گرفته تا اون کسی که با زن و بچه کوچیک و بالاخره خانواده توی این گرمای هوا، توی این مرارت خودشو میرسونه به مسیر مشایعه، میرسونه به عتبات عالیات، میان که عشق خودشون رو نشون بدن دیگه. چیزی غیر از این نمیشه عنوانشو تعریف کرد. من یه نکته عرض بکنم. ما متاسفانه رسانه دست صهیونیسته، رسانه های بین المللی دنیا. بله ما اگر این بعضی از این پویش‌هایی که این توی شبکه‌های مجازی این خود همین آقایون راه میندازن، استکبار و قدرت‌های پشتشون چقدر تبلیغ میکنن، در هیچ عقل و در هیچ چرتکه‌ای نمیگنجه. نون اینا چجوری تامین میشه، غذا اینا چجوری تامین میشه و غیر از این خدماتی که میدن در همین طریق راه بین المللی مسیر نجف به کربلا. صحنه‌های بسیار زیبایی رو ما امسال شاهد بودیم. طرف میگه من جان ندارم، پول ندارم، امکانات ندارم، بدنم علیله، چه کار بکنم؟ میمد وای میستاد، زائر نشسته اینجا براش جلوش وای میستاد آفتاب بهش نخوره. یعنی خیلی کمترین کار و امثال این حرکات خیلی ما داریم میبینیم در بین عزیزان عراقی ما. آقا ما اینا به شما عرض بکنم، ملت عراق گل کاشتن. یک خدا قوت بسیار قوی باید بهشون بگیم. هم اربعین رو تعطیل کردن توسط دولت محترم عراق که واقعا یه کار بسیار زیبایی بود. قبلا این حرکت رو در نسبت به عید سعید قدیر داشتن، حالا بعد از اون اومدن اربعین رو تعطیل کردن که باید واقعا تشکر کرد از این تدبیری که دولت محترم عراق داشت و خدا قوت بهش گفت. اومدن پای کار، هم مسئولینشون اومد پای کار، مردمشون که جونشون داشتن میدادن، زن و بچه‌شون از خونه میکنن بیرون، میگن برید خونه های شهرستان، خونه اقوام و خانه های پدری مادریمون، زائر میارن تو، بعد خدمت میکنن، زائر رو لباساشو میشورن، حمامش میبرن تو این امکانات سخت، آب تهیه میکنن. اینا واقعا حرکات بسیار خوبیه، اتفاقات بسیار خوبیه که وحدت، مودت و یکی کردن ما و عراقی ها رو. این عبارت خیلی قشنگیه که ایران و عراق لا یمکن الفراق، ما به هیچ عنوان از هم جدا نمیشیم. حالا هر چی میخواد دشمن دسیسه بکنه، هر چی بخواد استکبار بیاد بین ما فتنه را بندازه که اینا با هم دیگه این اختلاف هست، ما به هیچ عنوان پیوندمون ناگسستنیه و این به واسطه وجود مقدس سید الشهدا و حضرات معصومینی هست که در عتبات مقدس مدفون هستن. این ارتباط ما خیلی ارتباط مقدسیه و ما خدا را شاکریم، مسئولینمون رو شاکریم. مسئولین ما امسال گل کاشتن، در پایانه‌های مرزی خدمات بسیار شایانی رو ارائه دادن، امکانات آوردن، تمام همتشون رو گذاشتن. دولت محترم واقعا گل کاشت، خدا قوت بهشون میگیم. ان شاءالله به برکت سید الشهدایی که با شروع این دولت بوده بتونه این دولت افتخار آفرینی بکنه و بتونه آسایش، امنیت، اقتصاد پایدار برای ملت ما داشته باشه. انشالله. خیلی ممنونم مجاهد. انشالله که سالهای آینده هم این توفیق باشه برای شما که موکب بزنید خدمت به زوار ابا عبدالله و امامین عسکریین بکنید، برای ما هم توفیق باشه که بیایم در این موکب رسانی پیش روی شما قرار بگیریم و برای تک تک زوار ابا عبدالله علیه السلام میسور باشه که سال آینده پای در این مسیر بگذارند انشالله. نمیدونیم سال آینده هستیم یا نیستیم. خیلی ها بالاخره ممکنه اون پیمانه عمرشون به سر آمده باشه، اما
الهی که تا اون لحظه پایانی عمر که نفس میزنیم نفسمون رو برای ابا عبدالله علیه السلام بزنیم و به عشق او و به یاد او و برای محبت او و دلهای ما مالامال باشه از آتش ارادت به ساحت نورانی سید الشهدا علیه السلام. حاج صد خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز، هم تشکر میکنم که با یاد خدا همراه بودید که ما توفیق داشتیم از سامرای شریف به شما تقدیم کردیم در خانه پدری امام زمان علیه السلام در کنار مسجد نورانی امامین عسکریین. نایب الزیاره شما هستیم و شما هم دعاگو باشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.